کنم آغاز به نام آن خداوند که دلها را به دل کرده است و پیوند. حمد و ثنا برای الله تبارک و تعالی و اظهار درود به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و بعد سلام و درود خدمت جناب استاد محترم و شما دوستان عزیز. میخواهم دقایق چند وقت گرانبهای شما را گرفتم راجع به موضوعی صحبت داشته باشم که همانا میتونیم موضوع خود را عنوان گذاری کنیم به این معنا که هیچ نیرو و قدرت بیرونی بر ما تسلط پیدا کرده نمیتواند تا مدتی که ما در میان خود اصلاح و متفق هستیم. برای شما نمونه ذکر میکنم جنگی در میان روم و فارس. جنگی بود در میان روم و فارس، چنانچه در قرآن کریم به این اشاره شده از سوره روم. اصل رومیا اهل کتاب بودند. وقتی که غلبه رومی ها میکردن این خوشحالی به مسلمان ها بود، ولی اگر فارس غلبه میکرد بر بالای روم مشرکین خوشحال میشدند. بالاخره روزی فارس بر بالای روم تسلط پیدا کرد، تمام مناطق روم را گرفت به غیر از همون مرکز. بعد از این مشرکین آمدن به نزد مسلمان ها بسیار با خوشحالی گفتن چنانچه که برادران ما روم را که اهل کتاب هستند شکست دادن، روزی می شود که ما شما را به خاک خون یکسان بگیریم چنانچه که برادران ما کردند. در همین حال الله تبارک و تعالی سوره روم را نازل میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش را قرائت میکند. وقتی که را قرائت میکند حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه میآید در میان مشرکین سوره روم را میخواند. وقتی که میخواند اونها میگن شما خود یگانه هستید، چه قسم که تمام مناطق او را گرفت است، پس بعد از این قدر شکست غلبه بالاخره حضرت ابوبکر شرط میگذارد تا 2 سال میگه اگر غالب نشد برای شما 10 شتر میدم. اگر در 2 سال غالب شدن از شما 10 شتر میگیرم. پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و واقعه را قصه کرد که من چنین کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نخیر، لفظ بیز در قرآن ذکر شده است. لفظ بیز از 3 و بالا از 9 و پایان است، یعنی در همین 10 روز یا در 10 سال، 1 سال یا 2 سال یا 3 سال یا 4 سال، خلاصه تا 10 سال، 1 سال از سالهاش اتفاق می افتد. تو برو سال را هم زیاد کن و شرط را هم زیاد کن. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه آمد گفت تا 10 سال وقت میدیم ولی 100 شتر. اگر غالب شد روم 100 شتر برای شما میدیم، اگر غالب نشد شما اگر غالب شد 100 شتر شما به ما بدین، اگر غالب نشدن ما 100 شتر برای شما میدیم. بالاخره شرط را کردند. وقتی که شرط را کردند بالاخره بعد از این وقتی که غزوه بدر میآید مسلمان ها هم پیروز میشوند بر بالای مشرکین که کلان های مشرکین همو اشخاصی که حضرت ابوبکر همراهش شرط گذاشته آنها به اونجا مردار میشن، بالاخره مسلمان ها غالب میشن و روم بر بالای فارس غالب میشوند. ولی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه میآید 100 شتر را از پیش اولادهای امی اشخاصی که شرط گذاشته بود میگیرد و سبب پیروزیش باقی مانده که وقت تمام شد. متاسفانه. السلام علیکم.